برای در آوردن ایربگ MVM 315. این دوتا این زامنیه که نگهدارنده ایربگ قفل میکنه. این یکیش، اینجا هم یکی. از این بغل فرمون سوراخی هست. این دیده میشه یا نه؟ این هر جایی سوراخ داره پیچ رو میفرستیم داخل. این فنره، ببینید پیداست. این اینطوری یه فشار کوچیک میدید میره کنار، زبونه اینور آزاد میشه. یه سوراخ هم اینور داره، این از اینجا پیداست. این زبونه هم همینجور فشار داده میشه میاد اینور و این دوتا زبونه ایربگ، این و این زده میشه کنار. این دوتا آزاد میشه. این به این شکلی که هست کشیده میشه بیرون. موقعی که اینه کشیدنش بیرون، این سوکتشه، این سوکت اینجا خورده. با همین پیچ‌گوشی کوچیکی که دارین این زبونه رو میدین بالا، این زبونه کامل چسبیده پا به این شکل. این زبونه رو با پیچ‌گوشی میدین بالا، آزاد که شد. دو تا زبونه کوچیک این بغل داره، یکی اینور یکی اینور. اینها رو از اینجا فشار میدین و میکشینش رو به بالا. این ایربگ آزاد میشه. بعد برای باز کردن فرمون یه وسیله به صورت پولی کش، این مهره وسط رو بازش میکنید. یه اینطور چیزی باید داشته باشید، یا بازار تهیه میکنید یا خودتون درست کنید. من اینو خودم درستش کردم. البته دارم تراشکاری بیرون برام درست کرده. دو تا پیچ 8 آچار 13، پیچ معمولی آچار 8 بلند. مشخصه. میارید مساوی اینجا، مساوی این دوتا روی پیچ، یکیشه اینجا و این پیچ وسط اینجا قرار میگیره. با صفر کردن این فرمون کشیده میشه بالا و فرمون در میاد. موقعی که فرمون در اومد، این سیم کشی رو آزادش میکنید از این سوکت اینجا. اینم که آزاد شده، همه از این سوراخه فرمون میکشید بالا. سیم کشی داخل میمونه که بعد مکانیزم بعدیش هم توی فیلم بعدی نشونتون میدم. سرعتمون اینترتون ماشاءالله بالاست، نمیشه همیشه فیلم برداری کرد. و ما 5 ساعت طول میکشه یا 5 روز طول میکشه که بارگذاری بشه.